شام یکشنبه بعد ختم نظرخواهی کنستیتوسیونی صدها نفر با تقاضای استعفای پرزیدنت ارمنستان سرژ سارگسیان به کوچه‌های پایتخت این کشور شهر یریون برآمدند. هدف از نظرخواهی روز یکشنبه افزایش صلاحیت‌های سروزیری ارمنستان بود. ولی رهبران مخالفین میگویند نظرخواهی امکان می‌دهد که پرزیدنت سارگسیان در سال 2018 بعد انجام دور دوم ریاست جمهوریش نیز در سر قدرت ماند. نیروهای امنیتی از ورود اعتراضگران به بینای کمیسیه مرکزی انتخابات جلوگیری کردند. بعد از این اعتراضگران به خیمه‌هایشان که یک هفته اینجانب در یکی از میدان‌های یریون بنیاد نموده‌اند برگشتند. منصبداران ارمنی ابراز داشتند که رای دهندگان اصلاحات کنستیتوسیونی را دستگیری کردند. در ولایت شرقی ننگرهار افغانستان یک حمله مرگطلبانه نافرجام ده‌ها فروشگاه و یک مسجد مسلمانان سنی را تخریب کرد. طبق گزارش‌های رسیده در این حادثه کمش 20 نفر و من جمله 6 افسر پلیس جراحت برداشتند. مقامداران افغان میگویند ظاهراً بمبگذار میخواست به مجتمع پلیس داخل شود ولی موادی ترکنده در نزد دروازه منفجر شد. در ننگرهار طالبان فعال بوده سلاح به دستان گروه دولت اسلامی بعضی منطقه ها را تحت تصرف خود قرار دادند. رهبر اجرایی حکومت افغانستان عبدالله میگوید کشتار 9 فرد ملکی در ولایت وردک تحقیق می شود. والی این استان حیات الله حیات بر رادیوی آزادی تاکید کرد که در ارتباط با این کشتار 3 سرباز افغان بازداشت شدند. به قول ساکنان محل 4 دکبر اثنای عملیات نیروهای حکومتی بر ضد طالبان 3 خونپاره در نزد یک مسجد افتیده بودند. ده‌ها معلم از منطقه قبیله‌های پاکستان با درخواست بلند برداشتن معاششان به پایتخت این کشور شهر اسلام آباد راهپیمایی نمودند. در این چاره‌بینی معلمان از همه 7 ناحیه منطقه قبیله‌ها حضور داشتند. بعد شیارپرتایی و اعلان تقاضاهایشان معلمان رقص ملی افغانی رقص اتن را اجرا نمودند.